جزیره کیش، جایی که بیشتر مردم اون رو با آرامش، دریا و تفریح میشناسن. اما تابستون سال 1376 درست در دل این بهشت جنوبی حادثه‌ای افتاد که همه چیز رو تغییر داد. یک زن جوان به نام افسانه نوروزی، مادر 3 فرزند، متهم شد به قتل مردی به نام بهزاد. ولی این فقط یه قتل ساده نبود. این داستانی بود درباره ترس، بقا و مرزی باریک بین قانون و انسانیت. اون شب به گفته افسانه بهزاد وارد خونشون شد. ادعا کرد که قصد تعرض داشته. افسانه میگه من وحشت کرده بودم. چاره‌ای نداشتم. دستم به چاقو خورد و ضربه‌ای زدم. اما وقتی پزشکی قانونی بدن قربانی رو بررسی کرد، گفت این فقط یه ضربه نبود. چندین زخم روی بدن دیده میشه. اینجا بود که همه چیز پیچیده شد. آیا افسانه واقعاً برای دفاع از خودش دست به چاقو برد یا این فقط داستانی بود برای پوشوندن یه قتل عمدی؟ دادگاه خیلی سریع تشکیل شد. قاضی و دادستان روی یک نکته تاکید داشتند: تعداد ضربات با دفاع مشروع سازگار نیست. حکم قصاص صادر شد. وقتی خبر پخش شد، جامعه ایران منفجر شد. عده‌ای میگفتن این یه زن بود که میخواست از خودش دفاع کنه. عده‌ای دیگه میگفتن مدرکی جز حرف خودش وجود نداره. پرونده افسانه خیلی زود از یک ماجرای خانوادگی به موضوعی ملی و بعد بین‌المللی تبدیل شد. روزنامه‌ها تیتر زدند. فعالان حقوق زن اعتراض کردند. سازمان‌های حقوق بشری وارد ماجرا شدند. حتی رسانه‌های خارجی ازش نوشتند. زنی که به جرم دفاع از خودش به قصاص محکوم شد. توی خیابون‌ها بحث بود. توی مجلس بحث بود. و حتی خارج از ایران تظاهراتی با شعار فری افسانه شکل گرفت. سالها پرونده بین دادگاه‌ها دست به دست شد. اجرای حکم بارها متوقف شد و افسانه در تمام اون مدت پشت میله‌های زندان موند. سرانجام بعد از حدود 8 سال خانواده مقتول با گرفتن دیه رضایت دادند. افسانه آزاد شد. این پایان خیلی ها رو خوشحال کرد. اما برای خیلی های دیگه سوالی بزرگ باقی موند. آیا واقعاً عدالت اجرا شد؟ افسانه به آغوش بچه‌هاش برگشت. اما پرونده او برای همیشه به یک نماد در تاریخ ایران تبدیل شد. نمادی از زنانی که در بزنگاه‌های سخت بین مرگ و بقا، بین قانون و ترس مجبور به انتخاب میشن. و حالا تو بگو، اگه اون شب جای افسانه بودی چی کار میکردی؟ و مهمتر از این، عدالت واقعی توی این پرونده چی بود؟